این گرونترین و لوکس‌ترین خواستگاری دنیاست که بین کردها برگزار شده. توی یکی از باور نکردنی‌ترین مراسم‌های خواستگاری که بین دو طایفه اصیل کرد برگزار شد، خانواده داماد فقط برای بله گرفتن از تنها دختر این طایفه بزرگ کاری کردن که حتی رسانه‌های بین‌المللی هم ازش نوشتن. این مراسم خواستگاری با حضور 100 دستگاه لنگ‌کروز صفر و همراه سفره بزرگ که با میوه‌های کمیاب و استوایی و آجیل گرون قیمت و انواع باقلوا و دسرهای وارداتی تزیین شده بود شروع شد. اما ماجرا به همینجا ختم نمیشه. خانواده داماد برای نشون دادن احترامشون به عروس و طایفه او نزدیک 10 کیلو طلا و جواهرات ناب به عنوان پیشکش آوردن. ارزش کل این مراسم به قدری زیاد بود که لقب گرونترین خواستگاری دنیا رو بعد از خواستگاری یکی از شیخ‌های عرب به خودش اختصاص داد. حتی برای مهریه عروس هم چند هکتار زمین و ویلا و سرویس اصل قرار دادن که دیگر هیچ چیزی کم نباشد. این مراسم نشون داد که تو بعضی از فرهنگ‌های مراسم خواستگاری براشون انگار فقط یک رسم نیست، بلکه نمایش غرور و قدرت احترامه. حالا شما بگین گرونترین چیزی که کادو گرفتین چی بوده؟ محمد دانا رو فالو کن که هر روز به اطلاعات اضافه شه.